سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. خیلی خوشحالم که بازم تونستم در خدمتتون باشم. بچه‌ها تو این ویدیو قراره که 2 نفره کلش رویال پلی بدیم و اما رفیقم که قراره خودش رو معرفی کنه. سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من ابو گیم ایکس هستم، دوست SUC که اومدیم 2 نفره کلش رویال پلی بدیم. شاید براتون جالب باشه که مثلا شاید عجب، مثلا بعضیاتون حالا شاید تعجب کنید مثلا از به قول میگن دنبال کننده های ابو گیم ایکس باشید و خواستم بدونید که ما یه رفاقت چند ساله با هم داریم و ایشالله که در کنار هم بتونیم توی حالا یوتیوب یا این ور یا اون ور ایشالله پیشرفت کنیم. خب بدون فوت وقت بچه دیگه لایک و سابسکرایب خودتون میدونید دیگه قرار نیست ما هر دفعه بیام هر ویدیویی میگیریم که بگیم لایک کنید سابسکرایب کنید، بچه خودتون حتما میدونید. هم کامنت بذارید. آره، کامنت خیلی مهمه بچه، کامنت حتما بذارید. خب بریم سراغ بتل. بچه اینا هم که نمیدونم چی هن، حالا چند وقتی از اومدن حالا درک نمیدونم. تازه اومدن. تازه که نه، بکنم نمیدونم، یه سالی هست. یه سری از کلا من اصلا بازی نمی کنیم کلش رویال. من یه دونه از این هجوم میندازم من بچه. اسکریپ بذاریم. چی دارم خوب بازی چی بازیشون که نمیدونم، من ساعتشون انگار پایینه. کنون به به، چه کنون هستن، عالی عالی هم. عالی، کنون عالی. میگم که من خب والکری هم داخلی دوستمون سوسی. خب منم این والکری چون چیزی دیگه نداشتم، تسپر رو نگه داشتم بچه چون احتمال داره باز یه چیز یه دونه غیر از داشته سمت باشه. چپ میندازیم. یه دونه منم فارس بود داشتمش. آفرین، اگه چیزی نندازه غلط میخواد رفته. خب آره، همونطور که گفتم یه دونه هیچ خورد. بچه خب ها ببینید دوستان، من یه نکته بهتون بگم. ببینید هر وقت اصلا من فش بیارم باید ارو باشه. خب اینو راست میگه، همیشه با ایکیونی اصلا همشون پیرن. من مثلا از قبل برنامه‌ریزی شده است بچه، تهران نباید چیز کنید چون هر بار اومدم واقعا. دید بچه ها همیشه ماسپتی رو اینور بندازید که چیز نشه. من چه خوب دفعه کردیم رو خب پودمون از سمت چپ قلعه رو کلن دیگه چی بگم دیگه تموم شد. خب قلعه اومد چپ رو رفت. با آره پودمون دیگه زدیم. اومدش رو والکرون بکنم فینیش کنم نزد. این چپ طرف ستا اسکیت بمیرم که والکری بگم. خب اینم دیفنس شد. خب دفاعمون اوکیه، همه چی اوکیه. قلعه چپشونم تمومه دیگه، حتی نه تموم بس اصلا شد جون دار. ولی خب چون زلزله و چیز داریم دیگه. سمت راست دیگه میندازیم. خب سمت راستم که واقعا دمیج خوبی زدیم. اینجا بس مشکل نداره، در حال که دفاع کنیم دیگه. وای حاجی ساره داشت، ساره نمیتونه. ساره از کجا بود دهه کجی؟ بعضی از دکاستم واقعا معلوم نیستن آره بچه ها، بابا اصلا. جوری از خودشون درست میکنن اصلا آدم نمیفهمه چی میخوان چیز کنن بابا مثلا دیگه بیارن. خود ساخته است دیگه، آخه چی بگیره این دیگه. هم مشکل مثلا بالاخره زدیمشون ولی خب کم آره مونده. دیگه. بازی کردی بازی خوبی بود، ولی خب میبینید ترکیبایی که کلا خودشون میسازن دل رو یهو مثلا غیر منتظر مثلا یهو ساقه میندازه یارو. ساغرم از اول بازی ننداخته بود، دقیقا نگه داشته بود، آخرش انداخت و ولی خب بهتر که کلا بچه این مثلا کاپای پایین هستید اول مثلا یکم باشون بازی کنید. خب میفهمید چه کارتایی آره داره، دقیقا. بعد بر اساس اون کارت مثلا با یک روشی پلی بدید. اینطوری میتونید کاپاتون رو ببرید بالا. لول کارت هم که بستگی به خودتون داره دیگه. اگه لولاشون بالا باشه مثلا کارتاتون، خب میتونید یکم کاپاتون رو مثلا بیشتر اوکی پوش تر کنید. ببرید بالا. خب خب بریم مچه بعدی. بچه وقتی که 2 نفره پلی میدین حتما
سعی کنید ترکیبات مکمل هم باشه، نه عین هم. مثلا دو تاتون هم هوت سایکل بر نداریم، شاید یه چند تا مچ ببریم، ولی خب اصولش اینه که مکمل هم باشه، نه عین هم. شما یه کوچولو تحمل کردم. دفاعونو کردیم بالاخره. یه دونه من خوبی میدونم اینه مثل چی دارم برای دفاع. میکنم تسلا. آره تسلا دارم. حاجی اصلا بچه نگاه کنید توی رویت برداشتیم چیز دارن، اکسیکیوشنر دارن، میبینید اصلا. آره دیگه بابا، اکسیکیوشنر رو برداشتی که بذاره میگم اصلا ببین ما زد کلا هر چی برمیدیم باید زد بیاشتی، زد نمیخواست اینا خوابشون نمیبره. ضد ترکیب گرویات اکسیکیوشنر دیگه، ولی اشکال نداره بچه، اشکال نداره. بیبی بیبی 3 تا زد شما کنم. اینم دفاع. خب میخوام من یه آجی یه پویزن. دونه پویزن میخوایم. آره پویزن بنداز، پویزن بهتره، پویزن بهتره. چون فایوال مثلا یهو دمیج میده آجی، فکر کنم چند بعد هم میشه. چون مثلا پویزن کم کم اینطوری دمیج میده، برای فایوال یهو دمیج میده که مثلا هوجم فایوال بهتر فایوال میده به درد میخوره. این بچه یه دونه گرویات میخوام بندازم. برای خب اکسیکیوشنر داره دیگه، رندوم خواهد بکنه، ولی خب الان پویزن لازم بوده. آره پویزن لازم باید خوبی زیادی نمیده دمیج نمیده. این هم که چیزی نمیدونم به 3 دفاع کنم. خب چند حتی اگه جون ماسکتی کمه اصلا 3 اسکلت چیزش نندازین، روبریش نندازین، یهو یکی چیز میندازه. بازم ما چه ترکیب کنیم. انوار میندازه. یه پویزن خوب، یه فایربال خوب، نکس پانچنر خوب. خب دفاع باز بد نه. میتونه از این بهتر باشه، من حواسم چون پرد شد. بریم برای حمله. خب فکر کنم بمیرم دیگه. فقط احتمالاً میگم حالی چه باگ ثانیه واقعا مزخرفیه. هیچیش همون که نمیشه. اصلا نذاشتیم حمله کنم بچه، اینطوری باید باز کنیم توی ترکیب بالمون. اصلا ماسکت رو نگه دارم که نتونستم خب دیگه از ترسیه. اینجا ما یه صبری میکنیم. خب این اصلا میترسم این ترس رو چشاشون میبینیم. الان من یه اون میتونی قبلشون آره بندازه. خب قبولش دارم. دمت هم گرم. یه دونه فایروال هم میندازم اینجا. اوه حاجی یه خیلی زود کشتم میگه نرسید. تسلا اینجا انداخت که قبلشون یکم دمیج بدن که خوبه سایکل میکنیم میدنیم. یه فایروال میندازم، یه پویزن رو داشته باشی. فکر کنم غلط میگرفتم. تمام. بچه ها الانم اگه دقت کرده باشین خب ترکیب به قول میگن گالم بود. حالا کاری هم ندارم طرف اکسیکیوشنر داشت، همون جلاد و داشت که ضد ترکیب گرویاته، ولی خب چون بچه مچ های قبلی که زدیم با ترکیب هوک ایکیو و هوک سایکل، چون ترکیبمون تقریبا شبیه همه دیگه، فرق آنچنانی نداره، حتی کوچولو اون فرم کارتا فرق داره.
مکمل هم نبودن، واسه خاطر اون بود که حالا تو بعضی از مواقع مشکل پیش میومد. خب بچه ها دیگه به نظرم بترامون کافی باشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید. اگه کانال رو ساب ندارید حتما کانال رو ساب کنید و هر نظری هم داشتین کامنت کنید، نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی. ابو جان تو هم خداحافظی کن با بچه. خب بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه هم دوباره بتل هایی یا کلا بازی های 2 نفره با من و سویسی میخواین، حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که حتما میخونیم، جواب میدیم. حالا سویسی جواب میده، میخونه. و تا ویدیوهای دیگه، سیه.